آدم‌ها به دو سبک متفاوت با خودشون صحبت میکنن. یه عده از کلمه من استفاده میکنن و یک تعدادی هم اسم خودشون رو صدا میزنن. در اوایل سال 2000 میلادی یک سوال جالبی برای روانشناسا پیش اومد که چرا افراد در موقعیت‌هایی که تحت فشار روانی هستن یا مضطربن واکنش‌های متفاوتی دارن. اومدن یه پژوهشی ترتیب دادن. این افراد رو در دو گروه مجزا قرار دادن در موقعیت‌های استرضا با فشار روانی یکسان. دیدن افرادی که از اسم خودشون استفاده میکنن وقتی دارن با خودشون صحبت میکنن نتایج خیلی بهتری داشتن، تصمیم گیری های منطقی تری داشتن و خیلی بهتر تونستن در موقعیت های استرضا عمل کنن. از اون بعد یک مفهومی شکل گرفت به اسم فاصله گرفتن از خود و یک ابزاری پیدا کردن به اسم صحبت کردن فاصله با خود. یعنی شما هر وقت در یک موقعیت تنش‌زا قرار میگیری اسم خودتو صدا میزنی که مثلا سارا خیلی عالی بودی یا سارا تو میتونی از پسش بر بیای. انگار که داری در این موقعیت حمایت یک دوست رو دریافت میکنی و خیلی کمک میکنی که بتونی موقعیت رو بهتر مدیریت کنی.